بعد این انیمیشن نگاه بکنین خیلی جالبه. مسی شانسش امتحان میکنه، همه سکه های طلا خوشحال میشه. نیمار و رونالدو و امباپه هر کدام یک شانس دارن. نیمار باز میکنه همه الماسه خوشحال میشه. خب اینا هر چهارتایشون توی بیابان فقط هر کدام یک شانس دارن. امباپه باز میکنه همه دلاره خوشحال میشن. نگاه بکنین این خیلی جالبه. خب حالا نوبت رونالدو رونالدو شانس امتحان میکنه، باز میکنه، ببینین چیه؟ همه آبه، فقط آبه. اولش ناراحت میشه، میگه چرا آب؟ بقیه بهش میخندن. خب بعد هر کی همو اندوده خودش میگیره با فرغم داره میبره توی بیابان. اینا دیگه کم کم تشنه میشن. خب ببینین نیمار الماسا رو گرفته خوشحال، امباپه هم دلارا رو باز زده خوشحال داره میره. نفر آخر رونالدو که اینجا فقط آبای معدنی رو گرفته داره میبره. خب ناراحت هم هست. حالا جلوتر مثل اینا همه تشنه میشن، حلقشان خشک میشه آب نداره. فقط رونالدو که اینجا آب داره آب میخوره حالش میبره. پس چیکار میکنه؟ به هر کدام اینا نفر یک لیوان، یک دونه از این بطری های آب میده که اینا از تشنگی نمیرن، تمام منابع اونا رو میگیره. یعنی دهن این سازنده چه سرویس، خودش خوب انیمیشن درست کرده. ببینید به هر کدام اینا نفر یک بطری آب میده.